ای دیر میشن حلیمه کجایی؟ حلیمه خسته و کوفته از سفر تجاری اشقاباد اومدم حلیمه به استقبالم نیومده حلیمه آخه هر وقت میاد یه خبر بد میده رابستم حلیمه خدا کنه جواب آزمایش ما مثبت باشه حلیمه لاغلی سگم هم به استقبالم نمیاد قربان قربان رو بده نه قربان شهر آدم وقتی اولاد نداشته باشه فرزندی نداشته باشه سفر تجاری و مال و ثروت به چه دردش میخواد بخوره حلیمه قرار چکن دیر بخیر حلیمه آی مرد کجایی؟ اجا خور شدیم رفت نگفتم خبر بد بیاره چی شد؟ بدبخت شدیم بیچاره شدیم خب چی شده؟ جواب آزمایشو گرفتم دیگه هیچ امیدی نیست ای ما دیگه کنار نمیشیم باز جواب آزمایش منفی شده که دیگه این همه مال و ثروت میخوام چیکار کنم دیگه هیچ میراثخوری ندارم حلیمه این سگم کجاست سگت؟ سگت مرده قربان دردی چه؟ مرده قربان مرده؟ آره چرا؟ چی شده مگه؟ از بس که پرخوری کرد پرخوری کرده؟ خب مگه چی خورده؟ یه عالمه گوشت اسب خورد سگ مگه گوشت اسب میخوره؟ اسب؟ چرا آخه برای چی؟ اسب چرا خورده؟ نه اسبای بابات همه مردن اسبای بابام مردن؟ حدوداً بیچاره شدم گفت اسب اتو varın lanetu var oğlu varın devleti var کسی که اسب داره بال و پر داره و کسی که پسر داره سعادت داره حالا من نه بال و پر دارم نه سعادت دارم ببین حلیمه اسبا چرا مردن؟ از کار زیاد مردن کار زیاد؟ مگه چی کار کردن این اسبا؟ فرستادیمشون برای آب آوردن دیگه یه آدم آب لازم داشتیم اسبا برن آب بیارن؟ آخه آبو میخوان چی کار؟ آب؟ آتیش دیگه آتیش؟ آره کدوم آتیش؟ وای خونه پدرت سوخت و خاکستر شد ای ارتنه شری ارتنه چی؟ خونه پدرت سوخت و خاکستر خونه پدرم سوخت و خاکستر شد آخه برای چی باید بسوزه؟ چی شده آخه؟ میخواستن مراسم بپا کنن خب آتیش درست کردن واسه زیر دیگه چنگرمه آتیش واسه دیگه چنگرمه مراسم چی؟ من اولش بهتون گفتم این حلیمه هر وقت میاد یه دونه خبر بد بیاره حالا هی زنجیه من خبره بد داره به من میرسونه مراسم الان بهت میگم چیه؟ چی شده؟ مراسم تشییع جنازه مادرم ای وای جان ای وای جان ای ننم نشده مادرم چجوری مرد چرا مرد خب بعد از دیدن اون حادثه سرشون گذاشتن اینو دیگه بلند نکرد الله اکبر بازم حادثه کدوم حادثه yaktın beni kuleyledim yaktın beni چیه کدوم حادثه نگفتم پدرتم مرده پدرم هم مرده چه پلول یدیدم Mantım yattı! Dedim döndü! Hey! Ta vakti! Atın marka! Yol tani! Atan marka! İl tani! Ta vakti! اسب داری راه تو بشناس تا وقتی پدر داری این و تبار تو بشناس
حالا من راهمم گم کردم اینو تبار من دیگه نمیشناسن چیکار کنم؟ هی یادم نجرده خدا صبرت بده. چرا مرد؟ بعد از شنیدن اون خبر بازم خبر؟ سکته کردم و کدوم خبر؟ همون که جواب آزمایش ما منفی در من اجاق کور شدین دیگه. اجاق ما کور شد کبریت بزن روشن بره آتیش کن بره دیگه. ای وای چه ببین بابا حالا چیکار کنیم؟ وصیت‌نامه نوشته. چی؟ بابا وصیت‌نامه نوشته بگی بخون چی نوشته. من دلشو ندارم خودت بخون ببین چی نوشته. نوشته پسرم این خبر رو شنیدم اولش خیلی دلم گرفت و گریه کردم بعدش به خواب رفتم توی خواب دیدم که همه بچه‌های اوبه فرزندانی شدن مردم این اوبه فقیرن و نمیتونن بچه‌هاشون به مدرسه بفرستن اگه تو اموالتو به اونا هدیه کنی اونا میراثدار صالح تو میشن بهت وصیت میکنم اموالتو بینشون تقسیم کنی و خوشحالشون کنی تو بچه من میشی قربان دردی این کارو میکنی؟ بله بله؟ یعنی بچه های اوبه بچه های من بشن آره خیلی خوبه حلیمه اسمش حلیمه با افتخار بچه های اوبه رو صدا کن بچه های اوبه همه یاشتر گلو ماریم های گلو ماریم شما همه فرزندان من هستید başlayın. Yandırım oğlanlar.